حضرت همین سوال همه خشیدگی که برای چی میگه اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه اول با شیطان پناه میبریم بعد با نام خداوند بخشنده مهربان میگیم. میره بفهمم دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم موضعش موضعی که شریعت فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته شود پیش از قرائت قرآن، یعنی پیش از تلاوت قرآن. کسی که قرآن رو میگیرد میخواهد تلاوت کند یکمین کلمه‌ای که میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگوید. برای چی؟ برای اینکه الله به این امر کرده است فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی که قرائت قرآن کردنی شدی، تلاوت قرآن کردنی شدی، با الله فاستعذ بالله، با الله پناه طلب کن از شر شیطان رجیم. و بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره ها آمدگی است، غیر سوره توبه در 113 سوره های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم آمدگی است. وقت بسم الله در همان جا میخوانید که نوشته شده باشد، مثلا از میان قرآن میخواندگی باشد بسم الله شرط نیست، چون در اینجا بسم الله نیست. اعوذ بالله را میگوید برای چی؟ به آن خاطری که الله تعالی شما را امر کرده است. او اعوذ بالله هم اول نام الله تعالی ذکر میشد. اعوذ بالله، پناه میطلبم به الله، یعنی اینم یک نوعی ذکری الله است. اون بعضی بدبختای دشمنای اسلام گفتن میگیرد برای چی این مسلمان اول شیطان میگه اول الله نمیگه. اون بی سواد است، اون بی عقل است، اون بی تمیز است، اون عموما عقل و سخناش حق شنیدن نداره. اون بی فهمترین آدم است در جامعه تاجیکستان. آدمی که این سوالش گفته است من میدونم که در نظر دارید. اعوذ بالله، پناه میبرم به الله. البته شما نام الله گرفتید اول، بعد از کی پناه میبرید به الله؟ من الشیطان الرجیم، از شیطان رجیم. فهمیدید برادر؟ این چونین بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در کدام وقت آمدگی هست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم دو آدم دیدن که در حالت غضب همدیگر را حقارت و دشنام میداد، روحاشون سرخ شدگی بود. در حالت غضب خونها همش به روی میبیاد، به سر میبیاید. بعد روحاشون سرخ شده بود، به همدیگر را حقارت میکردن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که من یک کلمه ای رو میدونم که اگر اینا گویند غضبشون آرام میگیرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این یک جایی که با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اون. اما پیش از برآمدی مثلا یک آدم امری معروف میکند نه اومده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن. اسلوب علما نیست. بنابراین امام سیوطی که در این باره مخصوص کتاب نوشتن و دیگر علما منع کردن، علامه ابن القیم، که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی یک آدمی که امری معروف کردنی است، درس دادنی است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته درس سر نمیکنم، بسم الله الرحمن الرحیم گفته سر میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی موضوعهای خاص دارد. الا اگر هم پیش از درس گفتنش شیطان به یگان کار امر وسوسه کند، در همون وقت یعنی برای پناه طلب کردن از شیطان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفت جایز است، لیکن این عادت کرده نمیگیرد. مثلا ببینید ما در درس بسم الله الرحمن الرحیم گفته شروع میکنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته شروع نمیکنیم، برای اینکه این سنت نیست. جاش فقط یعنی که جایی که شریعت امر کردگی است پیش از قرائت قرآن یا در حالت غضب و بعضی دیگر حالات هم جایی که آمدگی است. الوارد خیر من غیر الوارد. وارد یعنی حدیث یا آیت وارد شده باشد، امری شریعت باشد، بعد میگوید. بله، مثلا پیامبر صلی الله علیه و به مردم مکتوب می نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم گفته شروع میکردن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته شروع نمیکردن. بله.